و هر کی اگر این مرحله احسان را از دست داد، به درستی که یک خیر بزرگی را از دست داده است. چون مرحله احسان مرحله است که انسان اگر به این درجه، به این مرحله برسد، باذن الله تعالی بدون حساب و کتاب وارد بهش خواهد شد. پس هر کی میخواهد که این مراحل را به دست بیارد، که مرحله اولین آن مرحله اسلام بود، مجرد بر کلمه لا اله الا الله گفتن و محمد رسول الله نماز را برپای داشتن و دوری جستن از نواقض اسلام، شکننده‌های اسلام، انسان مسلمان می شود. اگرچند بعضی از عملهای گناهان کبیره، بعضی از عملهای فسق را انجام بدهد، ولیکن مسلمان است تا آن دمی که در ناقض از نواقض اسلام گرفتار نشود. اما از این مرحله در مرحله بالاتر رو بیان کرده بودیم که مرحله ایمان است. و مؤمن آن کسی است که آن چیزی که انسان را داخل اسلام نماید با این شهادتین علاوه بر این نمازها را در وقتش ادا میکند، ارکان اسلام را، ارکان ایمان را بجا میآورد با تصدیق تام و کامل، علاوه بر این با عملهای نیکو هم انجام میدهد. یعنی اینکه از گناهان و معصیت ها فرار میکند، دور میشود. از گناهان و معصیت ها روی گردان است. این مرحله ایمان میشود. اما مرحله سوم که صحبت ما امروز در این مرحله صحبت خواهد رفت باذن الله تعالی، مرحله احسان است. بالاترین مقام. هر کسی که به این مرحله احسان رسید نجات یافت، کامیابی و سعادتمندی را بر دوش گرفت، نجات بختی بر سراغ او خواهد آمد، هر کی اگر این مراحل را به دست بیارد. اما اگر کسی که از مرحله احسان ایمان محروم شود، نجاتش دشوار میگردد. اگر هر کی در مسئله اسلام قرار دارد، یعنی که ایمان و احسان را اگر که اجرا نکرد، به این معنا که در مسئله ایمان و احسان کمبودی ها و ناقصی ها داشت، نجات برایش دشوار میگردد. اما کسی که مرحله ایمان را قدم زد، نجات برایش آسانتر میگردد و احسان به درستی که انسان بدون حساب کتاب داخل بهشت خواهد گشت. این است مراحل که انسان در حیات خود این مرحله ها را طی میکند و قدم میزند و تلاش میکند تا اینکه این سعادتمندی که الله سبحانه و تعالی برای بندگانش وعده کرده است، اینها را به دست بیارد و برای به دست آوردن این تلاش ها هم بنماید. بارک الله فیکم. الله سبحانه و تعالی ما و شما را از این مرتبه های بالاترین که ایمان و احسان است از جمله این بندگان قرار بدهد و توفیق طاعت را بر ما و شما نصیب و روزی بگرداند که از جمله نیکوکاران و شایستگان قرار بگیریم. بارک الله فیکم. مؤلف یا مصنف رحمه الله تعالی میفرماید المرتبه الثالثه، مرتبه سوم، یعنی من مراتب الدین، یعنی از مرتبه های دین، مرتبه سوم که بعد اسلام و بعد ایمان قرار میگیرد احسان است. و احسان فی اللغه، احسان در لغت مشتق شده است از حسن به معنای زیبایی. احسان از حسن به معنای زیبایی، به معنای اتقان و خوب انجام دادن را در بر میگیرد در لغت عرب. و میفرماید که یطلق علی الاحسان یراد به هنا نهایت الاخلاص. و در اینجا کلمه احسان گفته می شود، مراد از کلمه احسان، مراد احسان این نهایت اخلاص است. بالاترین مقام اخلاص را احسان میگویند. یعنی الاحسان کمال الاخلاص، احسان کمال اخلاص است، بالاترین مقام اخلاص است و کمال متابعه و بالاترین مقام چی است؟ پیروی است. انسان با بالاترین مقام پیروی از کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله چنگ میزند. این مرتبه احسان می شود. و احسان یک رکن است. احسان یک رکن است. همین یک رکن احسان از دو مرتبه عبارت است. دو مرتبه عبارت است. یعنی که احسان دو نوع دارد. احسان واجب می شود. احسان واجب آن است که انجام دادن فریضه های الهی با اخلاص ظاهر و باطنی راستین. و احسان مستحب می شود. احسان مستحب این با کمال رساندن عملها، با کمال رساندن عملها با اخلاص و باز تمام زیبایی ها و تمام نرمی ها، این را احسان مستحب می گویند. پس احسانی که در اینجا مقصد اساسی است، این آخرین اخلاص است. آخرین اخلاص یعنی احسان کمال اخلاص و کمال پیروی از دستورات الله و دستورات رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد. این بالاترین مقام احسان در بر میگیرد. گفتیم احسان معنایی که در اینجا اهمیت دارد در این موضوع ما کمال اخلاص و کمال پیروی از الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. این احسان است. امام نووی میگوید که در بیان این حدیثی که در باب احسان ذکر می شود، حضرت جبرائیل علیه السلام میفرماید این حدیث ریشه و اساس احسان است. حالت اولی آن
پیامبر چی گفت؟ ان تعبد الله کانک تراه، تو الله را عبادت نمایی همچنانه که تو او را میبینی، گویا که تو او را میبینی. این مقام عالی است، بزرگترین مقام است و دل بنده پورا با محبت و اخلاص به الله ربط میبندد، پیوست میشود. و حالت دوم فرماید که فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اگر تو او را نمیبینی، یعنی الله سبحانه و تعالی حتما بدون چون چرا بدون شک او تو را میبیند، سبحانه و تعالی او تو را میبیند. این را مقام نظارت میگویند، مقام نظارت که انسان خود را از گناه و معصیت نگاه میدارد، خود را زیر نظارت الله سبحانه و تعالی قرار میدهد. ابن رجب حنبلی رحمه الله تعالی میگوید مقام احسان دو درجه دارد. درجه اول مشاهده کردن یا که مشاهده، بنده عبادت میکند الله سبحانه و تعالی را با اطمینان کامل، با همان درجه اطمینان بالایی که گویا الله را میبیند. و درجه دوم رو میفرماید مراقبه، مراقب شدن، مراقب بودن، دانستن این که الله سبحانه و تعالی تو را میبیند و همه عملهای تو را نیز میبیند او سبحانه و تعالی. و مؤلف میگوید که کسی که به درجه اول برسد، نه که الله را همچنان عبادت نمایی که تو او را میبینی، او در این حالت اهل محبت، اهل عشق حقیقی میگردد به الله سبحانه و تعالی، محبت واقعی به الله سبحانه و تعالی. اما کسی که به دو مرحله قناعت نماید، اگر چنین تو او را نمیبینی، پس البته که او تو را میبیند، این اهل اخلاص و صدق کامل میگردد. ابن کثیر رحمه الله تعالی در تفسیر آیه احسان میگوید احسان معنایش انجام عبادت با کمال اخلاص است، انجام عبادت با کمال اخلاص و مطابقت بر سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، تا آن درجه‌ای که عمل از هر گونه نقصانی ها دور گردد، پاک شود. شیخ الاسلام میفرماید در بیان احسان، میگوید که احسان یعنی عبادت با محبت، عبادت با محبت و امید و ترس و حضور قلب با پروردگارش است. و ابن قیم رحمه الله تعالی میفرماید احسان این معنای انجام دادن عملها با اخلاص. احسان معنای آن دارد که انجام دادن عملها با اخلاص و موافقت نمودن این عمل بر سنت. و میگوید احسان اساسش از دو پایه عبارت است: اخلاص، کمال اخلاص به الله سبحانه و تعالی و مطابقت نمودن این عمل تو بر سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. و کسی که این دو رو در خود داشت به درستی که رستگار شد و از جمله محسنین قرار میگیرد، از جمله محسنین قرار میگیرد. و نووی میفرماید که احسان مقام بزرگترین در دین است که بنده به آن به درجه اخلاص و حضور قلب میرسد، و فضیل ابن عیاض رحمه الله تعالی میگوید که ترک العمل لاجل الناس ریا، ترک نمودن عمل، پرتافتن عمل از برای مردم، این ریا هست. یا اینکه برعکس این انجام دادن عمل از برای مردم، این ریا هست. ترک آن از برای مردم ریا می شود. و العمل لاجل الناس شرک، و کار کردن به خاطر مردم، این شرک است. و الاخلاص ان یعافیک الله منهما. و اخلاص چی است؟ میگه اخلاص این است که الله سبحانه و تعالی از هر دو این تو را رهایی بخشد. عمل را ترک نکنی به خاطر مردم ریا کنی، عمل را انجام ندی به خاطر مردم که در شی گرفتار بگردی. و ترک هر دوی این چی است؟ اخلاص عبادت از برای الله سبحانه و تعالی است. یعنی احسان با اخلاص وابسته است، رابطه ای دارد. و جنید رحمه الله تعالی از بزرگترین علماها میگوید که الاحسان ان تكون مع الله بلا علاقه. احسان این است که با الله باشی بدون یگان واسطه، بدون یگان وسیله، نه وسیله شخص، نه وسیله ولی، نه وسیله هیچ کسی، نه وسیله نفس، نه وسیله هوا، خالی از هر سه با الله سبحانه و تعالی باشه. و ابن قیم رحمه الله تعالی میگوید در مدارج السالکین اعلى مراتب دین مرتبه الاحسان، بالاترین مقام دین این مرتبه احسان است. و هو ان تعبد الله كانك تراه. و احسان چی است؟ اینکه الله را عبادت نمایی همچنانی که تو او را میبینی. و نیز میگوید ابن قیم الاحسان یجمع کمال الاخلاص و کمال متابعه. احسان این جمع آوری میکند یا که مجموعی اساسی کمال اخلاص و کمال پیروی از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. و حسن بصری رحمه الله تعالی میگوید که الاحسان ان یحسن سریرتک حتی تحسن علاقتک. احسان این است که باطن تو خوب باشد، باطن تو داخل تو خوب باشد
تا ظاهر تو نیز خوب بگردد. اگر باطن انسان خوب نباشد ظاهر انسان هرگز خوب نمیشود، خوب نمیگردد. و ابوبکر ابن عربی در تفسیر میگوید که المحسن هو الذي یأتی بالعبادة التامة کاملة خالصا لله. محسن آن کس است که عبادت را کامل و صاف برای الله انجام میدهد. و تفسیر این احسان حدیث جبرائیل علیه السلام است که پیامبر چی فرمودند؟ الاحسان ان تعبد الله کانک تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراک. احسان این است که تو همچنان الله را عبادت نمایی که تو را میبینی. اگر تو را نمیبینی پس حتما او سبحانه و تعالی تو را میبیند. این حدیث رو ما گفتیم که ابن حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه که جبرائیل علیه السلام نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و سوالهای را بر پیامبر مطرح کرد. اسلام چیست؟ ایمان چیست؟ و احسان چیست؟ که حدیث را امام بخاری در صحیح خود در باب ایمان در باب 37 و مسلم همچنین در باب ایمان در باب 8 روایت کرده هستند. و این حدیث مبارک درجه بالاترین دین را بر ما و شما شرح می‌دهد. اسلام و ایمان و احسان که احسان معنای اخلاص و احساس حضور دائمی با الله سبحانه و تعالی با قلب. و گفتم انا همین احسان دو مرحله دارد. مرحله اول یا که مرحله اول ان تعبد الله کانک تراه، عبادت کنی الله سبحانه و تعالی آنگونه که یا که مثل که او رو میبینی، یعنی به حضور و عظمت او، حضور و عظمت او سبحانه و تعالی را مشاهده میکنی و خودت را نزد پروردگار میبینی. و این آن معنا را دارد که تو در عبادت خود احساس میکنی که گویا برابر پیش پروردگارت میایستی و او را دیده ایستاده‌ای. این مرتبه بالا است و این اشاره میکند بر انجام تمام عبادت ها، تمام نوع‌های عبادت در این احسان با این بالاترین مقام انسانی را انجام میدهد. هم عبادت های جسمانی، نماز، روزه، حج، جهاد، هم عبادت های مالیوی، قربانی، زکات. یعنی وقتی کوشش میکنی که الله را چنان بینی که بالاترین مقام پرستش را تو برای او انجام بدهی، پس این مرحله بالاترین مقام اخلاص را در بر میگیرد. اما مرحله دوم باشد فإن لم تكن تراه فإنه یراک. گفتیم احسان خودش یک رکن دارد، یکی دو شاخه دارد، دو مرحله دارد. مرحله دوم اگر تو او را نمیبینی که در این دنیا دیدار الله سبحانه و تعالی ناممکن است با چشم، اما در آخرت دیده می شود. فإن لم تكن تراه، اگر تو را نبینی پس البته که او سبحانه و تعالی تو را دیده ایستاده است، اعمال تو را دیده ایستاده است. یعنی اعتقاد کنی که الله دائما از احوال تو آگاه است، از حرکات تو آگاه است، از گفتار تو آگاه است، از نهان تو، از نیت قلب تو آگاه است. حتی آن چیزی را که تو میخوای فکر نمایی، پیش از آنی که آن را تو میخوای فکر نمایی، الله از این آگاه است. آن آفریدگاری که تو را آفریده است از هر چیزی تو آگاه است. یعنی منظور این است که یعنی انسان اگر نمیتواند به درجه اول برسد، گویا که تو الله را میبینی، این در این دنیا ناممکن است. حدی اقل باید چور نمایی یقین داشته باشد، به یقین بنا نماید که این انسان، من و تو همیشه زیر نظارت الله سبحانه و تعالی قرار داریم، در هر حالی که باشیم، حتی مورچه سیاه در شب سیاه، در بحر سیاه، در زیر سنگ سیاه را الله سبحانه و تعالی رزق را میدهد و میداند که وای چی اعمالی را انجام میدهد. کجا به سما و شمایان. پس انا همین رو اگر انسان در قلب خود احساس نمود، شعور کرد، مؤمن رو از گناه کردن دیگر باز می‌دارد و فرمان الله سبحانه و تعالی رو اجرا می‌کند، نافرمانی دیگر نمی‌کند. پس این مرتبه هم مرتبه ظاهری است، عمل‌های بدن، نماز، روزه، حج، هم باطنی است، اخلاص، نیت، توکل، امید، رحمت، هم مالی است، زکات، قربانی، صدقه، در هر جا میشان همه اینا رو فرا میگیرد. و دلیل اینکه انا همین احسان مرتبه بالاترین است، حدیث جبرائیل گفتیم و همچنین قول الله سبحانه و تعالی میفرماید ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. البته الله، حتما الله با آنهایی است که پرهیزگاری میکنند. خوب دقت دهید، الله با کی بوده است؟ با آنهایی که پرهیزگاری میکنند. ان الله مع الذين اتقوا، پرهیزگاری میکنند، والذين هم محسنون، و همچنین با آن کسانی که احسانکار هستند، مراتب احسان رسیدگی هستند. درجات و مرتبه احسان رو در آخر درس ذکر می‌نمیم ان شاء الله. نوع‌های گوناگونی دارد. ان الله مع الذين اتقوا، الله با همراه آن کسانی است که تقوا و پرهیزگاری پیشه می‌نمایند، یعنی ترک معصیت می‌کنند، تقوا و پرهیزگاری پیشه می‌نمایند. والذین هم محسنون، آن کسانی که اطاعت فرمانبرداری الله را می‌نمایند، عمل می‌کنند، عمل‌های صالح دارن، با اخلاص را انجام می‌دهند.
قرطبی میفرماید که ان الله یحب المحسنین. در تفسیر این قول الله سبحانه و تعالی که الله با همراه احسان کاران است، میفرماید الاحسان الاتیان بالعباده علی وجهها مع کمالها و خلوص نیت فیها. احسان آن است که عبادت را درست انجام بدهی، با کمال و با اخلاص انجام بدهی این عبادت را. و شیخ سعدی در تفسیر این قول الله سبحانه و تعالی که و احسنوا ان الله یحب المحسنین، احسان کاری نماید که الله احسان کاران دوست می‌دارد، می‌فرماید که الاحسان نوعان، احسان دو قسم است. احسان فی عبادت الخالق، احسان در عبادت خالق، در عبادت الله، و الاحسان فی حقوق مخلوق، و احسان در حق مردم، مخلوقات، احسان در حق مخلوقات، حیوانها، درنده‌ها، چرنده‌ها، انسان‌ها. پس این آیه کریمه که مؤلف دلیل گرفته است دو مرحله را فرا می‌گیرد. اولا ترک معصیت، تقوا و پرهیزگاری. دو انجام عمل با احسان، با اطاعت و فرمانبرداری. پس احسان بلندترین زینه دین است. بعد از احسان پایانترین ایمان است. بعد از این چیز اسلام است. پس احسان که بلندترین زینه پایه دین باشد، زینه عالی، مرتبه بالاترین الله را عبادت نمایی، همچنین که او را میبینی، با چشم دل او را میبینی، گویا که او را مشاهده میکنی. اما زینه پایینتر از این اگر تو او را نبینی، پس البته که الله سبحانه و تعالی تو را میبیند. مقام عالی است. پروردگار این مقام عالی را بر ما نصیب و روزی بگردان و ما را از جمله بندگان احسانکارت قرار بده. پس احسان، برادران و خواهران گرامی، احسان این زیباترین شکل عبادت است. زیباترین زیباهاست در عبادت، که این احسان یک عبادت بزرگ است، نه عادت است. عبادت با حضور قلب و احساس این که الله تو زیر نظارت الله قرار داری. و نمودهای عبادت زیاد است: نماز، روزه، صدقه، حج، زکات، جهاد، قربانی، محبت، اخلاص، توکل، ترس. در مرحله اول پروردگار توکیز بیان کرده در نوعهای قسم‌های عبادت را. پس قول الله سبحانه و تعالی ان الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون، البته که الله با آنهایی است که پرهیزگاری میکنند و با آنهایی که نیکوکاری میکنند، الله با آنهاست. پس در این آیت برمیاد که احسان این جمع کننده یکم تقوا، دوم اطاعت است. تقوا و اطاعت. پس مراتب دین چند بود است؟ 3: اسلام، عملهای ظاهری، رکنهای پنجگانه. کسی اگر یک از اینا را انکار نماید کافر می شود، مرتد می شود. مرتبه دوم ایمان است، اعتقاد باطنی است. 6 رکن. یک از این رکن کسی اگر که باور نکند کافر می شود، یا رد کند، انکار کند. و مرتبه سوم احسان است، کمال عبادت با حضور قلب و اخلاص. و این احسان بالاترین مقام است. احسان بالای اسلام و ایمان نیست. و مؤلف رحمه الله تعالی در اینجا دلیل قول الله سبحانه و تعالی را می‌آورد در بیان احسان. الله می‌فرماید و توکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین انه هو السمیع العلیم. این قول الله سبحانه و تعالی را می‌آورد. و تکیه کن، یعنی توکل کن به پروردگار عزیز و رحیم، آن پروردگاری که تو را می‌بیند. هر وقت می‌ایستی، راست می‌ایستی، هر عمل را انجام می‌دهی و حرکت‌هایت را نیز می‌بیند، میان رکوع و سجده و قیام. بشک او پروردگار شنوا و داناست. سوره شعراء آیات 117-120. و این قول الله سبحانه و تعالی که و توکل نما، یعنی که تنها با پروردگار تکیه نما، عمومی است. در همه حالت، در هر حال با او تکیه کن، نه به کسی دیگری. توکل با او داشته باش. پس این امر و توکل فعل امر است، دلالت بر تاکید می‌نماید با جا آوردن توکل تنها برای او، که توکل یکی از عبادات قلبی است، در مفهوم ایمان داخل می شود. و این برای هر مسلمان واجب است که با پروردگارش در هر حال توکل کننده باشد. و این خاص مسلمان قوت دل اوست، اطمینان قلب اوست، سپارش تمام عملها امور به الله سبحانه و تعالی و سپس بر اسباب نیز چنگ زدن. و توکل علی العزیز گفت، یعنی با آن ذات توکل کن که شکست ناپذیر است. پروردگار قوی و پیروزمند است که هیچ کس او را مغلوب کرده نمیتواند و او پروردگار غالب و قادر تواناست و هر کسی هر چیز در نزد او مغلوب شده هستند. و توکل علی العزیز الرحیم گفت، در حالی که در این آیه کریمه شکست ناپذیر خود را بیان کرد، قوی، پیروز، غالب. و در دوام چی فرمود؟ رحیم، مهربان است با مؤمنان. علاوه بر این اینقدر قدرت و عظمت را دارد، با علاوه بر این با بندگانش مهربان است، رحیم است. رحمت او شامل همه انسان هاست، حیوان ها، چرنده ها، با این قدر قدرت. اما اگر ظالما را نظر نمای کمی قدرت پیدا نمایند، چقدر فسادی میکنند. پس اینجا مناسبت عجیبی است در این آیه کریمه. الله عزیز است، قدرتمند است، قوی است، غالب است بر امرش.
الهی برای ما در ادامه چی گفت؟ رحیم است، مهربان است. پس چگونه با این گونه پروردگار ما توکل نکنیم؟ پروردگار ما رو از بندگان قرار بده که همیشه با تو توکل کننده باشیم. در ادامه چی فرمود؟ الذی یراک حین تقوم، آن پروردگاری که تو رو میبیند هنگامی که از برای نماز یا که هر عمل انجام میدی میخیزی، برمیخیزی. در این آیت خاص نماز رو در نظر دارد. خاص نماز رو در نظر دارد. آن پروردگار تو رو میبیند تو هنگامی که از برای نماز برمیخیزی، مخصوصا نمازهای شب، نمازهای تهجد، نمازهای نافله. وقتی که بیشتری از مردم در خواب هستند، در غفلت هستند، تو برای پروردگار خود قیام میکنی، تهجد میخونی و بر او نیایش میکنی. راز دل خود رو با آن پروردگار میگویی که شنوا و بیناست و دعای اجابت کننده است. و تقلبک فی الساجدین، در ادامه فرمود، یعنی الله میبیند که چی گونه تو در نمازت، در رکوع، در سجده ات و بعد از سجده قیام حرکت میکنی. تمام حرکات تو رو میبیند. و همچون در میان دیگر نمازگزاران وقتی که با جماعت نماز میخونی، همه حرکت تو رو، هر چیزی تو رو میبیند. تو زیر نظارت الله هستی. و در ادامه چی فرمود؟ انه هو السمیع العلیم، به درستی که او شنواست، تمام سخنان پنهان و آشکار را میشنود و علیم است، همه حرکات و سکونات تو را نیز میبیند. صحبت تو را، ذکر تو را، عبادت های تو را، سخن پنهان و آشکار تو را، نیت تو را، چی مقصد داری، باطنت را، همه بر الله آشکار است. بیشک او شنواست، همه گفتار بندگان را میشنود و داناست، همه حرکت های بندگان را به هر حال میبیند. از اینجا برمیآید که توکل این امر واجب است و عبادت قلبی است. سپردن همه کارها به الله با گرفتن سببها. دل بنده باید در همه کارها با الله سبحانه و تعالی تکیه کننده باشد. نه بحث بر اینکه انسان ظاهرانه بر کار کوشش میکند، تلاش میکند، بر اسباب چنگ میزند، الا بر این چیز قلب بنده تنها به سوی پروردگارش مایل باشد که او از آسان کننده کارها. و در اینجا الله توصیف شد با قدرت در این آیه کریمه، عزیز و در حال رحیم. در این هنگام میفهمه که انسان اطمینان کامل دارد که الله سبحانه و تعالی غالب است بر امرش، ولیکن بیشتری مردم نمیدانند. و پروردگار نگهبان ما و شمایان است، ما و شماست. پروردگار است که تمام عبادت های ما و شما را میبیند، از قیام شب، سجده ها، خاکساری ها، عبادت ها. وقتی که انسان در حال بفهمد، باید بیارد که زیر نظارت پروردگار است، در قیام، در رکوع، در سجده، در گفتار، در رفتار، در کردار، نمازش خوب می شود، گفتارش خوب می شود، رفتارش خوب می شود، چون میدوند که زیر نظارت است. اما انسان اگر این را درک نکرد، دیگر هر عملی فساد می شود، فاسد می شود. فاسد می شود و فاسد کننده نی هست. نه تنها خودش فاسد است، بلکه باز دیگران نیز فاسد می کند. الله سمیع العلیم است. در آخر گفته تمام ذکرهایت را می شنود، تمام احوال قلبت با خبر است. ای بنده، برای همین دیگه جای گریز نداری. خودت را اصلاح کن، قلبت را اصلاح کن. اگر از زیر نظارت مردم پنهان هستی، ولیکن از زیر نظارت الله سبحانه و تعالی هرگز و هرگز پنهان نخواهی ماند. اگر چه در نزد مردم خوب هستی، خود را خوب نشان میدهی، الله ما و شما را از خوبان بگرداند، ولیکن از اعمال پنهان و آشکار ما و شما الله سبحانه و تعالی دانا هست. پس این آیه کریمه احسان را کامل میکند. عبادت با الله را با حضور قلب، با احساس دائمی که او تو را میبیند و تو را میشنود. و سپس مؤلف رحمه الله تعالی آیه دیگری را میآورد در سوره یونس آیه 61: و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شهودا اذ تفیضون فیه. و تو ای محمد صلی الله علیه و سلم به هیچ کاری، به هیچ شأنی، در هیچ شأن نیستی و از قرآن هیچ چیز نمیخوانی و شما نیز هیچ عمل را انجام نمیدهید مگر اینکه ما، یعنی پروردگار، هنگامی وارد شدنتان با این عمل و شما شاهد هستیم، گواه هستیم. و ما تکون فی شأن، خطاب به سوی پیامبر است صلی الله علیه وسلم. تو در هیچ حالت، در هیچ شأن، در هیچ عمل نباشی، چی حالت خرد و بزرگی باشد. و ما تتلو منه من قرآن، و هیچ آیت را از قرآن نمیخوانی، چی در نماز چی در غیر نماز، مگر الله از آن آگاه است. ای بنده، و ما تعملون من عمل، و شما ای بندگان الله
تو ای محمد و کسانی که با همراهی تو هستن، پیروان تو، هیچ عملی رو انجام نمیدید. اول خطاب مخصوص پیامبر صلی الله علیه و سلم است، سپس بر همه مؤمنان عمومی هست. من عمل نکره هست، جمله رو کامل میکند، معنای همه چیز رو فرا میگیرد. هر عملی که خرد و پنهان آشکار است، هر گونه عمل چی با دل باشد، عقیده، نیت، خواه با عضوهای جسمانی باشد، عمل با زبان باشد، سخن، الا کن علیهم شهودا، یعنی هیچ کسی رو همه این عملا رو انجام نمیدهند مگر اینکه ما شاهد نظارتگر آن عملهای شما هستیم. اذ تفیضون فی، هنگامی که این کار انجام میدهند، در چیز وارد میشوند، بر عمل کردن آغاز مینمایند، بر نیت کردن آغاز میکنند. الله شاهد است. هیچ حرکت و سخن خرد و بزرگ در نزد الله از علم الله سبحانه و تعالی پنهان نیست. از برادر و خواهر گرامی، مرتبه احسان، مرحله احسان در حقیقت از این برمیاد که احسان دو مرحله عظیم دارد. مرحله عالی و اعلا، بنده به حالتی برسد که دل با نور، با اخلاص، با محبت، با توکل چنان روشن گردد گویا حق الله سبحانه و تعالی را با قلبت ببینی. این بلندترین مقام احسان. قلب بنده سرشار از حضور معنوی و مشاهده حق باشد، گویا که با قلبت، با دلت او سبحانه و تعالی را میبینی، عظمت او را مشاهده میکنی. و مرحله دوم، اگر به مرحله اول نرسی، به مرحله دوم حد اقل برس، از این خود را محروم نساز ای بنده. پس حد اقل این را حضور داشته باش که الله سبحانه و تعالی هر لحظه تو را میبیند، حرکتت را زیر نظارت گرفته است، هر گفتار دل و زبانت را میشنود. فانه یراک، البته که او سبحانه و تعالی تو را میبیند، زیر نظارت او هستی، سخنت را میشنود و عملت را میبیند. در سوره یونس آیه 61 این آیت ثابت میکند. یا با قلب به درجه بصری، یعنی گویا که الله را مشاهده میکنی و حد اقل حضور قلب داشته باشی که الله تو را میبیند، تو را با علم و شنوایی و بیناییش میشنود و میبیند، زیر نظارت هستی. پس احسان این کامل کردن عبادت است با حضور و اخلاص که همیشه تو زیر نظارت الله سبحانه و تعالی هستی. و احسان نمودهای هم دارد. برای آسان بیان کردن قسمت هایی که در احسان داخل می شوند، احسان در عبادت به مثل دعا، نماز، روزه و دیگر عبادت هایی را که با حضور قلب، با اخلاص، با توکل، با محبت انجام می دهد. یعنی که احسان در معامله با مردم، احسان در معامله با مردم، با اهل خانواده، با همسایگان، با دوستان، حتی با دشمنان نیکوکاری کردن. احسان با حیوانات، به آنها ظلم نکردن، بر آنها غذا دادن، آنها را محکم نکردن، آنها را آزاد ندادن. احسان با خود ای بنده، با خود. و احسان با خود چگونه است؟ خود را از گناه و معصیت دوری کردن، پرهیزگاری را پیشه نمودن، نفس را بستن، هر چی که نفس میخواهد از آن پیروی نکردن. به درستی که نفس انسان را به سوی هلاکت میبرد، فاسدش میکند، گمراهش میسازد. همین است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که در حدیث فرمودن که ان فی الجسد مضغه، به درستی که در جسد انسان، در جسم انسان یک مضغه، یک گوشتپاره است. اذا صلح الجسد كله، اگر این گوشتپاره صالح نیکو شود، تمام بدن انسان صالح و نیکو میگردد. از این برمیآید که قلب‌های ما که فاسد شده است، نیت‌های ما که فاسد شده است، ما که از آن مشاهده‌ای که باید نسبت پروردگار داشته باشیم دور گشته است، تقوای الهی از قلب ما کم شده است. همین است که دیگر گناه و معصیت برای ما عادی شده است، هر کار دیگر برای ما عادی شده است. حتی شاید بعضی از مردم شاید اینو گناه هم نپندارند. پناه به سوی الله، پروردگار ما را اصلاح نما. در ادامه حدیث فرمود ان فی الجسد مضغه اذا صلح الجسد كله اذا فسدت، اگر فاسد شد تمام جسد انسان فاسد می شود. پس ای بنده، برادر و خواهر گرامی، پس عملهای مراقب عملهای خودت باش. پس نظر بکن، یک بار با خود بنشین، بی اندیش نظر کن تو در کدام مرحله قرار داری، در کجا قرار داری، کجا رفته ایستاده‌ای، از پی چی هستی؟ آیا میخواهی که با این نوش و نعمت دنیا این مراحل رو به دست بیاری؟ آیا میخواهی که با این شهواتی که از آن پیروی مینمایی، نفس پرستی میکنی، گناه و معصیت رو انجام دهی، تو میخواهی به کجا برسی؟ به کجا میخواهی برسی؟ گناه کردی، معصیت کردی، عملهایی که شریعت رو منع کرد آن رو انجام دادی، تو میخواهی به این راه با خوشبختی برسی؟ تو میخواهی در این راه خوشحال و خوشنود باشی؟ باور کن هر کسی راه خوشنودی رو میکوبد، اما راه نادرست رو انتخاب مینماید. هر کسی میخواد در این دنیا خوشحال باشد، خوشبخت باشد، خوشنود باشد، چی برادر چی خواهر. نه تنها خواهران، هر کسی خوشحالی و خوشبختی رو میخواهد، ولی که راه رو درست انتخاب نکردیم، راه رو غلط انتخاب کردیم و در این غلطی گمراه شدیم و گمراه کردیم. الله مستعان. پروردگار ما را اصلاح نما، ما را از بر جمله بندگان نیکومند خود قرار بده.
бар мо тавфиқ биде ки сабаби ҳидояти бандагон бигардем, на сабаби гумроҳӣ. Парвардигор аз ҳар гуна фасодӣ моро раҳоӣ бибахш ва ин мартабаи иҳсон ва имоне ки аз Парвардигоро моро аз ин мартабаҳо бенасиб магардон. Тавфиқ биде, ҳидоят намо. Ва дурустки Парвардигор ҳар касеро ки ту ҳидоят намоӣ, ҳеҷ касе ӯро гумроҳ карда наметавонад. Парвардигоро моро шомили раҳмати худ қарор биде. Парвардигоро агар ҳар касе ки гумроҳиро интихоб кард, ҳеҷ каси дигар ӯро ҳидоят карда ҳам наметавонад. Парвардигоро тамоми роҳҳои гумроҳӣ барои мо бибанд ва тавфиқи ҳидоятро бар қалбҳои мо ҷойгузин бигардон, ки аз ҷумлаи бандагони эҳсонкору некукор бошем, на аз ҷумлаи бандагоне ки фасодкору дар дунё фитнагар бошем. Парвардигоро тамоми дарҳои фитнаро бар мо бибанд ва тамом дарҳои раҳмататро бар мо бикушо. Аллоҳумма ла илма лана, Парвардигоро мо ҳеҷ илме надорем, илла ма алламтана, Парвардигоро магар он чизе ки барои мо омӯхтӣ. Рабби зидни илма, Парвардигоро илми манро биафзой, илми моро биафзой. ва Парвардигоро бар мо илмеро насиб бигардон ки мо бо ин илм амалкунанда бошем. Ба дурустӣ ки ҳар илме ки бидуни амал аст барои инсон вабол мегардад. Субҳанака Аллоҳумма ва биҳамдика, ашҳаду ан ла илаҳа илла анта, астағфирука ва атубу илайк. дар ин ҷо дарсро ба итмом мерасонем аз марҳалаи иҳсон. Агар ки зинда бошем